با یه قلموی دیگه میزنیم توی پودر رو تست میگیریم و اینجاها رو سایه میزنیم. این قسمت ها سایه خورده. هر موقع که قلموتون رو میزنید داخل پودر حتما ازش تست بگیرید و بعد روی مقوا بیارید. ببینید بچه ها حرکت قلموی من به صورت دورانیه، به این صورت نگاه کنید. از مردمک به سمت اصلا به قلموتون فشار وارد نکنید و فقط با تکرار حرکت این پودر رو پخش کنید. از تیره به سمت روشن میریم که سایه قشنگی به ما بده. مدام چشمتون بین مدل و نقاشی که میکشین در گردش باشه که بدونید کجاها باید سایه تیره بخوره، کجاها باید روشن باشه.
خب میایم مجدد با کنته جزئیاتش رو وارد میکنیم. ابتدا این قسمت به خاطر سایه زدن اینا محو شدن، مجدد کارشون میکنم. با کنته ماریس نکش رو تیز کنم. همیشه از تیز بودن کنتتون مطمئن بشید بعد کار کنید. هرچی نوچ کنته تیز باشه ظرافت سایه هم بیشتره. خب این قسمت رو مجدد سایه میزنم. این قسمت ها یه خط های اینجوری میبینم. یه لکه هم اینجا هست. یه لکه دیگه این قسمت. مردمک چشم که یه رگه هایی به این سمت و دور اطرافش داره. خب این قسمت بالاش که یه خط شارپه. و از این قسمت این قسمت ها یه خط هایی به این صورت اجرا شده. صدای گنجشگاه. مجدد با قلموی صفر محو میکنم این پودرای کنته‌ای که کشیدم. با خود قلمو این خط ها رو به اطراف پخش میکنم. این قسمت یه رگه هایی داره که قبلا زدیم ولی بر اثر سایه ها پاک شد. مجدد اجراشون میکنم. از این پایین به سمت بالا
سمت مردمک یه خط هست. با قلمو این قسمت ها رو سایه میزنم. خب تا همینجا کافیه. بعد میام سراغ پاک‌کنکاریش و دقیق کردن جزئیاتش.